سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. بهترین چیپس ایران میخوایم امتیازدهی بدیم که شما هم کارتون راحت‌تر شه وقتی میخواد به این چیپس بخریم. امتیازدهی. خب 3 2 1 شروع میکنیم. داریم شروع میکنیم دوستان عزیز، دوستان گرامی. رسوم نکن. خب بریم سراغ خوردن. ما شروع کردیم. خوشمزه است. آره خوبه. ها خوری؟ من میدونم من به کدوم رای بدم. 3 2 1 منم بیم. سلام، من دادم 23 سالم نکره. این کدوم؟ این دندون بخور. انتخاب خیلی سختیه به نظرم، ولی من گفتم این. من چیز شیرین زیاد دوست ندارم. بس خب منم باش. خب بریم تست. خب بریم چیپس بعدی تست کنیم. از این پیتزا نه خیلی خوبه. همچنین سبزیجات. واقعا همه پیتزا میدم. خیلی انتخاب سخته. من میدم من کدوم بدم. من میدونی 3 2 1 میانم مخالف هم میشه. این کدومه؟ اینه. باید تو بخور نظر بخور. با این خیلی داره. منم به این نمیده چون شیرین دوست ندارم. این خیلی خوب. خب برنده. خب میریم سراغ تست چیپس بعدی، نمکی و فلفلی. من اینجا نمیتونم رای بدم. یه دقیقه وایسا. نه بدن آبرون میره. اصلی چیپس ندارم. خب بریم. من اینو میرم. خیلی تونه. بابا بیا برو این ریاکشن. بابا من سس میخورم. من با اینکه خیلی تون بود ولی وای بابا چقدر مخالفیم ما. سالتی. ببین نه 100 از این خوشم میاد مطمئنم. این کرمی بود، حال میداد. آره هی دوست داری بخوریش. خب بزن. بد نه خیلی ساده. این تا دهنت میذاری تندیشو حس میکنی. بچه یه دقیقه ببخشید، ما یه چیزی رو یادمون رفت و کاملا ازتون عذرخواهی میکنیم که این کار رو سریعتر نکردیم. خیلی خرید. خب من تا کنم کدومی؟ منم برو. من دست سرد رو اینه. من قبل اینکه چیز بدیم رای بدیم من باید بسوفم. بینیم خب برش بیا اینو. نه اینم خب بیا بگو دارش.
به نظر من 100 روی الان زایم مونی روی بابا بیا برو چیکار داره بابا برادر چی کار داری؟ چی بده؟ اوجی انتخاب سخته واقعا ولی نمیدونم من یه چیزی میگم قول قضیه رو بکنم فلفلی به نازم فکر نکنم منات خب به نازم بچه یا بلفز لیمونی چاکرز با دلمزه فلفلیه میگه این فلفل سیاه اون فلفل قرمز فرق داره نکن باید به جزئیات اهمیت بدی من اگه طرف باشه کار به این بکشی که شما دوتا دوباره نظرتون متفاوت باشه من از اول میدونم کدوم انتخاب برای 100 میلیون من نمیتونم به سوسو کنم خیلی تونه این تنده؟ این تنده؟ خیلی تنده من روی اینم 3 2 1 تمام اوکی نیمه نهایی بچه نیمه نهایی حالتون چونه؟ حال ما نواز نکنم وضعتون چونه؟ وضعتان چونه؟ قیافتون خیلی قشنگه بریم بریم بین فلفل سیاه دلمزه و چیپس سیر و سبزیجات چاکرز دندونم رو دارم اونو به گادرن میسو بچه ها اگه دلمزه رو میخوایی باید شب با سماده دندوناتون رو مسواک بزنید رفتیم میکروفون به تو خفت حالا وضعتان چونه؟ قیافه چه بکنم اینو انتخاب کنم تو خیلی اشتباه میکنی من هم انتخاب کنم خیلی بیادبی تند کچاپ اصلا مزه بچه من جفت شما با سس گوجه بخورم بچه همون میخواد با سس گوجه بخوره منطقیه نکنم فکر نکنم خب فلفل من نظرم رو میگم چی بچه شما هم راستی نظرتون رو تو کامنت بنویسید که ما بدونیم به نظر من کچاپی کچاپ بریم سه باز میخوام بخورم بریم 3 2 1 اما بسم خیلی نصر بفرم فینال پوتیتو چیپس ادیشن خب اول با دلمزه فلفل سیاه گادریلو من دوستم گادریلو با سس بخورم با سسش من کچاپو نخوردم ببین دلمزه مادر آدمو جلو چشاش میاره میدونیم بچه ها من توصیه میکنم اگه دندوناتون درد میکنه این اصلا نخورید ولی اصلا من احساس میکنم دلمزه رو که چسبه لذیذ میشه الان عزیز پرفکت برو اینا نایس نظر بگیم 3 3 2 1 خیلی بیادبی حالا وایسا من بچه همون نظر بندات بندات بیا. میتونه واقعا چیزاش شو من روی بودم ولی چون نایی محمد گفت بندات آقا بگه میخوام تحلیل کنم خب خیلی سبزه
دلمزه خیلی سفته. واقعا سنباله است. بخور. حاجی واقعا سنباله است. راجع خوردنش بعد 1 سال طول می‌کشه. حاجی بافت این خیلی بده. این این تو ولی آره. خیلی خوش اومده. من میبینم مثلا من برو بچه ببینم این رو گوجه است. بچه من کشم من گوجه من نموخور مریم ترکیبی بزن خیلی خفه میشه. وایسا کچو قراره بنده چیپس ادیشن میشه بنده 100 میره کچاپ میدونم وایسا. خیلی ولی انتخاب سخته. از نظر بافت 100% کچاپ 100%. ولی از نظر طعم و مزه. 100% دلمزه از فلفل. نظر هم مجددا کسی نه، ولی وایسا خیلی انتخاب سخت و دشواری است. بعد از نظر طعم بگیریم. بابا برو بشین رو زمین به خودت بگو زندگی دشواره داره میدونم آقا چیپس انتخاب سخته ولی بهترین چیپس ایران. اسکی رفت من خوب ماجی دیدی بهترین چیپس ایران از نظر ماست. البته چهارمی اون خود بابا بگو دیگه. منال بگم واقعا سخته. بهترین چیپس ایران تعلق میگیرد به کچاپ وای نه باشو خدا پیش من خب باشو بیمه به پایان رسیدیم دفتر حکایت همچنان ما بایست تا خدا هست مشکلی نیست چشمم بزنی بهترین چیپس ایران بابا. مساوی است با چیپس کچاپ گودبای